آراما زیبا بود. حالا بعد ببخشید این جسارت حمام با یک نفر خانم ایرانی شنا شدیم که در استرالیا زندگانی میکرده است، معمار هست. کل دنیا بر اساس اعداد فیبوناچی حالا گوگل بزنید سرچ کنید مشخصه، بر اساس اعداد فیبوناچی ساخته شده. یعنی اعدادش میشه 0 1 1 2 3 5 8 همینجور ادامه داره، جمع اعداد با هم. اینو از روی در واقع صدف و پشت حلزون این رو در آوردن کشف کردن. شما توی معماری ایرانی، توی معماری و مخصوصا معماری ایرانی ما اینو خیلی می‌بینیم. توی سالن قبلی که می‌دیدین اگر دقت کنید تعداد ستون‌ها، تعداد مقرنس‌کاری‌ها، تعداد تزیینات ستون‌های بغل همشون روی عدد 8 بود. 8 همه رو برید ببینید، یعنی هیچ کدوم غیر اون نیست. باید طبق قانون همین اعداد و نظم جهانی ساخته می‌شد و معماری ایرانی رو همین نظم ساخته شده. باید ترکیبی از این اعداد شده. هیچ کدوم البته به 8 چون ما 8 حتی 8مین ماه ایرانی هم هست به نام آبان، به خاطر قداست آب بوده که ما معابد بزرگ آناهیتا رو داشتیم و الهه آناهیتا یعنی زیبابانوی آبها برای ما خیلی مقدس بود و ما اکثرا حوض‌ها 8 سنی ما اصلا 8 سنی یکی از آره این حوض الان 8 سن داره برای اینکه آب برای ما مقدس بوده و در معابد آناهیتا منبع 8 سنی بودن. اکثرا ما حتی حوض‌های وسط حیاط‌های ایرانی هم 8 سنی هستن. میگم 8 یکی از اون اعداده که ما داریم. حالا توی ایران اون 8 خیلی مقدسه. اسمتون رو گپ زنید، نام و فامیل. من صالحی هستم. سهر. شکر، 100 ساله شوید، سلامت باشید. شما به تاجیکستان دعوت میکنیم.